چیل کنم اینجا. اوکی برو بریم. فرض بکن شما توی یک هاستل توی پاریس هستید و یک آقای میبینید در حین حال ظرفات رو میشورید یا دارید آشپزی میکنید برای صبحانه و اون آقا از شما میپرسه که تا چند روز آینده توی پاریس میمونید. برای شما برمیگردید به اون میگید که من امروز تصمیم دارم که شهر پاریس رو ترک کنم. به فقط تصور کن، فقط این قضیه رو توی ذهنت بسپار. ممکن ازش بپرسی چرا این سوال میپرسی و بهت میگه که من پیشنهادی داشتم، میخواستم بهت بگم که اگر وقت داری و 1 ساعت برو به یک آرامگاهی هست اینجا به اسم پری لاشز که افراد معروفی هستن اونجا و به خاک سپرده شدن و تصمیم میگیری که اونو بذاری توی برآمد و این کار رو انجام بدی. 1 ساعت رو برای آرامگاه پری لاشز گذاشتی. میرسی به آرامگاه و همونجوری که داری دیدن میکنی متوجه میشی یک سری آدما هستن اینجا که دور یک آرامگاهی هستن و اون آرامگاه یک مجسمه از یک مرده، یک مجسمه از اون کرکتر است و یک کلاه سمت راستش هست و اون مجسمه به صورت درازکش خوابیده و خانمای زیادی هستن اطراف اونجا که اول لبهای مجسمه رو میبوسن و بعد با دستشون قسمت آلت تناسلی مجسمه رو لمس میکنن، میمالنش و یک گل توی کلاه آقا میزنن. Summer nights can even turn cold. In the streets of Philly where niggas don't even get to turn old. My heart pumping to a turn gold. You niggas stuck in neutral, I'm riding like fuck it, it's a long road. شاید خیلی عجیب باشه ولی خب در واقع این آرامگاه متعلق به ویکتور نویر هستش، یک ژورنالیست فرانسوی که طرفدار آزادی بوده و حق مردم و توی همین راه هم توسط کازین ناپلئون بوناپارت رحمت خدا یعنی کشته میشه، میکشنش وقتی اونجا. ویکتور نور یک ژورنالیست خیلی موفق بوده که ژورنال‌های خیلی زیادی رو برای آزادی مردم داده، در ضد دولت بوده و همین موضوع باعث شد که سرش رو به باد بده و وقتی که میمیره مجسمه یادبودش رو روی آرامگاهش به صورت واقعی درست میکنن و اونجا میذارن و بعد از سالها آرامگاه ویکتور نور میشه سمبل تخمک گذاری و شانس و همینجور میشه که این فرهنگ روز به روز در تاریخ فرانسه تکرار میشه و خانم‌ها میرن اونجا و لبای ویکتور نور رو میبوسن، آلت تناسلی ویکتور نور رو ماساژ میدن و براش یه گل میذارن برای تخمک گذاری بهتر و برای شانس بیشتر. خیلی جالبه، خیلی عکسای مختلف راجع به موضوع پیدا میشه به این دلیل که من نمیخوام دقیق صحبت کنم راجع به خود کاراکتر ویکتور نور، یعنی ویکتور نور نمیخوام راجع بهش صحبت کنم که چه کاراکتری بوده و چی بوده چون که به بهترین نحو توی چنل‌های یوتیوب دیگه میتونید این موضوع رو سرچ کنید. ولی چیزی که هست جالبه برای من اینه که یک کاراکتر چجوری میشه سمبل، یک کاراکتری که در راه آزادی این کار رو انجام میده و میشه سمبولی که تا به امروز خیلی از آدما هستن میرن اونجا و همینطور عکسای خیلی معروفی هست از ویتا دونتسه که اون عکس‌ها رو خیلی همه جا توی گوگل می‌بینید. من حتی خودم با اون عکس رو پلیلیستم درست کردم. برای در واقع می‌خواستم اینو بگم که شما هم یه جوری زندگی بکنید و برای خودتون مجسمه درست بکنید، حالا چه خانم چه آقا، که وقتی مردید آدما بیان شما رو ماساژ بدن و ببوسن شما رو و حتی
سمبل بشیم، یعنی سمبل آزادی بشیم. یعنی همینه دیگه. به نظر من فکر میکنم که خیلی جالبه اینکه یک آدم بتونه به یک درجه‌ای برسه که این اتفاق براش بیفته و بعد از مرگت حتی بیان بهت سر بزنن و آلت ماساژ بدن و لباتو ببوسن و برات گل بزنن و به عنوان اینکه یک آدم خاص بیاد بیاد به یاد بوده. نه، همه آدمو بیان به یاد بوده. خیلی چیز جالبیه. من امروز داشتم به این موضوع فکر میکردم چون صرفا میخواستم این قضیه رو پوشش بدم و باهاش یک یوتیوب درست بکنم و همینجور هم باشه که یوتیوب هم بهتون معرفی بکنم. من اسم یوتیوب هم گذاشتم کی بازی. در واقع درست بکردید، کی بازی همون بازیه که قرار بود اسم قبلی گروه زد بازی باشه، ولی خب اونا تصمیم گرفتن که زد بازی کنن. خب حالا این اسم دومینش اویلیبل بوده و منم گرفتمش و از این به بعد اسم برنامه میخوام بذارم کی بازی. قبلا فکر می‌کردم که اسم برنامه رو بذارم خونه، هاوس، خانه، ولی اینجوری بودم که نه، بذار اسم باحال باشه چون دوست دارم که کانال یه جوری باشه که چیل باشه، اوکی باشه، توش همه صحبتی بشه و بین این همه یوتیوب چنل‌های خیلی خفنی که مثلا ایرانی‌ها دارن درست میکنن، من خودم دنبالشو میکنم، یه خورده بذاریم که حالا به هر حال کول باشه. بریم. این قسمت راجع به مرگ بود. حالا میخوام راجع به تولدم صحبت بکنم. میخوام بگم که نه تنها به مرگتون توجه بکنید، یعنی یک جوری بمیرید که مردم بیان بمالنتون و روتون بشینن و لباتون رو ببوسن. نه تنها اینجوری بمیرید، بلکه حتی خوبم به دنیا بیاین. یعنی وقتی به دنیا میاین اولین کاری که میکنید مؤدب باشید با کسی که شما به دنیا آورده و همیشه تولدتون رو جشن بگیرید. تولدتون رو جشن بگیرید و خیلی حرفه‌ای جشن. من چند وقت پیش من سر کار که میرم، یعنی کار که میکنم، البته من الان نزدیک 1 ماه و نیم از سر کار قبلی اخراج شدم و کارهای مختلفی دارم امتحان میکنم. و چیزی که هست، خیلی این کار باعث شد که من به چیزایی که بیشتر دوست دارم و علاقه دارم نزدیکتر بشم. خب کار من راجع به کارم یوتیوبای بعدی توضیح میدم چون الان نمیخوام حالا صرفا همه‌اش با هم توضیح بدم. بیاین راجع به تولد صحبت بکنیم. چرا تولد شما برای شما باید مهم باشه و همیشه باید تولدتون جشن بگیرید؟ بهتون میگم به خاطر اینکه شما یک بار یه بلیتی گرفتین به اسم بلیت زندگی و این بلیت نه بلیت هواپیماست نه بلیت کشتیه، این بلیت قطاره و کلی پل‌های مختلف داره با ارتفاعهای مختلف که شما باید زندگی بکنید و شما چه خوشحال باشید چه غمگین باشید روز تولدتون رو باید به بهترین نحو جشن بگیرید. من اینو نمیدونستم، من اینو یاد گرفتم. از کی یاد گرفتم؟ حدودش 2 ماه و نیم 3 ماه پیش بود، موقعی که داشتم کار میکردم. طبق معمول من وقتی کار میکنم چیزای مختلف گوش میکنم، هر چیزی گوش میکنم، آدیو بوک گوش میکنم، پادکست گوش میکنم. یه پادکست خیلی جالب است، پادکست ایرانی است به اسم کتاب جی بی. یک انسان خیلی دوست داشتنی این کارو داره درست میکنه و خیلی علاقه داره به کارش و این کارو خیلی خوب داره دنبال میکنه. من داشتم گوش میکردم به کتابی که راجع به ایلان ماسک درست کرده بود، یعنی نوشته بود. کتاب ایلان ماسک رو به صورت آدیو بوک در آورده بود و پادکستش کرده بود. این پادکست بود چون کل کتابو نمیخوند براتون. من چیزی که خیلی جالب بود واسه من این بود که چقدر جالب، چقدر چیزا من راجع به ایلان ماسک نمیدونستم و چقدر چیزای باحالی داشته که ماها بهش دقت نمی‌کردیم. به عنوان مثال ایلان ماسک تولدش رو چجوری جشن می‌گرفت؟ ایلان ماسک تولدش رو یک بار توی یک قصر جشن می‌گیره و تمام دوستاش رو دعوت می‌کنه به اون قصر و با هم دیگه شروع می‌کنن به قایم موشک بازی کردن و این خودش خیلی جالبه. چند وقتی داشتم به یکی از دوستان میگفتم، یکی از دوستان پرنیان داشتم میگفتم و این موضوعش رو براش تعریف می‌کردم. شاید باور نشه، فکر کن زنگ بزنی به دوستات یک کاخی مثلا رنت بکنی، یک کاخ مثلا چندین هکتاری با کلی میز و هزار توهای مختلف، مثلا زنگ بزنی الو سلام چطوری خوبی تا
من تولدم بیا، بعدی الو سلام خوبی سن تولدم بیا، یا اینجوری دعوت بکنی و 5-6 تا دوست بشین و تو اون کاخ قایم موشک بازی بکنید. چرا که نه، انجام بدید، به خاطر که شما استحقاقشو دارید در واقع و این زندگی تولد شماست به نظر من، و همه آدما باید تولدشون رو بهترین نحو جشن بگیرن و شما هم تولدتون رو جشن بگیرید. سعی کنید مثل ویکتور نویر بمیرید و سعی بکنید مثل ایلان ماسک تولدتون رو جشن بگیرید و سعی بکنید هر روزتون رو زیباتر بکنید. همیشه حتی اینکه غم داشته باشید چون طبیعیه، حتی اگه که روزای سختی دارید پشت سر میذارید، نمیگم این طبیعی نیست، ولی همیشه مبارزه مدنی در جریان انسان بوده.